حادثه دسترازی استاد بعد از انجام دوره تحصیل رخ داد، زمانی که پروفسور اهل گروه را به تماشای کینا دعوت کرد. تالار خنک بود و استاد به دانشجو دختری در کنارش نشسته پالتوی خود را پیشنهاد کرد. و اینجا او پایم را قپید، دستم را لمس کرد. من نفهمیدم چه حادثه روی داد. در این گونه حالت آدم خودش را گم می کند و نمیداند چیکار کند. ندانستم چیکار کنم. با او گفتم این کار را نکنید، با من پسند نیست. وای باشد گفت که آرام شو، همه چیز خوب است. حالا عزیزه بیش از همه از آن تأسف می‌خورد که آن زمان سبب‌های رخ دادن این حالت را در خود می‌جست. به جای آنکه از کردار ناجای استاد به مأموریت دانشگاه عرض کند، این حادثه را از همه پنهان کرد. بسیار خوب می شد اگر آن زمان شخصی می آمد و مرا آغوش گرفت و می گفت که تو گناهی نداری و آن ابلهی که با تو چنین رفتار ناجا را روا دید عیبدار است، چون جامعه ما او را نخست گناهگار می کند و می پرسد چی پوشیده بودی؟ زنی از 20 تا 38 ساله، مجرد و طلاق شده که در منصب نچندان بلند دولتی کار می کند. یک تحقیقات پژوهشگران انجمن زنان دادرس معلوم کرد هر چهارمین زنی کارگر در قرقیزستان دچار آزار و اذیت جنسی شده است. هیچ کدام از آزاردیدگان به مقامات قدرتی عرض نکرده است. بیشتر آنها به نزدیکان و پیوندان و یا دوگانه هایشان در این باره حرف زدند. در اینجا هر پنجمین دانشجو دختر درباره آزار جنسی دیدن خود گفتند. تنها 16% توانستند به آزاردهندگان خود پاسخی سزاوار دهند. باقی مانده ها به دانشگاهی دیگر انتقال یافتند یا کاملا دانشگاه را ترک کردند. درباره این مشکل در سطح دولتی زمان سخن گفتند که الویر سورابالدی و وکیل مردمی در لیفت بینای پارلمان دچار تمجیع جنسی شد. از آن حادثه 4 سال گذشت. تنها حالا وکیلان طرح قانون درباره آزار و اذیت جنسی را به محاکمه عموم گذاشتند.